خواب بیدار است، راه رفتار است، شیشتگی همه حالت در آسمان است، در زمین است، در درون بحر است، در درون آتش است. هر جایی باشد الله یاد کن، الله تو را یاد میکند، دست میگیرد. باز میگم اخلاص. چهارم آیت وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله در این آیات می‌فرماید آنان که بعد از یاران و صحابه کرام آمدند، هر کسی که بعد از یاران پیغمبر و صحابه های کرام آمدند میگویند خداوندا ما را ببخش و برادران ما که از حیث ایمان به خدا و پیغمبر بر ما سبقت داشتند بیامرز. آنهایی که بعد یارای پیغمبر بعد صحابه آمدند ما و شماییم، ما امتی بعدی، امت آخر زمان ما هستیم. وقتی دعا میکنیم دعامون اینطور باشد که پروردگارا آنهایی که پیش از ما آمدن به تو ایمان آوردن، به پیغمبر ایمان آوردن، به کتاب تو ایمان آوردن، خدای اونها هم ببخش. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامش شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان-دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج می‌برید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس بروید. به تو ایمان آوردن، به پیغمبر ایمان آوردن، به کتاب تو ایمان آوردن، خدای اونها هم ببخش. گناه اونها هم ببخش. اونها هم اکثرش گناه های قبیح داشتن. بدترین گناه این بود که عمر کرده بود رضی الله تعالی عنه. بدترین گناه که عمر فاروق رضی الله عنه کرده بود چی بود؟ شمشیر در دست در کوچه ها سر محمد میگشت. بدترین دشمن خدا و رسول بود عمر رضی الله عنه. لیکن وقت ایمان آورد تمام بدیهاش خداوند چی کرد؟ تبدیل به حسنات کرد. یک روز آمد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم از گناهایی کردش پشیمان است عمر بعد ایمان آوردن. چنان گیریست که والله از چشماش خون جاری شد. از چشماش خون جاری، آب چشمش دیگه پاک شد، نماند سرش آب چشم، خون جاری شد. خون آمد چشماش خیره شد. رسول الله گفتن عمر سبب گریت چیست قدر میگیری تو؟ گویا رسول الله گفت بدترین گناه ما کرده بودم که شمشیر در دست سر شما را در کجا میگشتم. دیگر این بود بعد ایمان آوردن وجدان مرا نمیمونه. هر بار شما را میبینم رو پای شما دیگر همون کارام به یادم میرسه. خدایا چیکار میکرده باشم نزدیک تو؟ من حبیبی تو را اینقدر بزرگ دادم، اینقدر سخنهای پس و بعدش گفتم، همه میگه پام به یادم میاد چی میشه. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدی آیه کریمه را خواندند که این الحسنات یذهبن السیئات. عمر جان گفتن زیر نشه، گفتن پروردگار در برابر نیکی هایی که میکنی، ایمانی که آوردی، تمام بدیهات تبدیل چی؟ به حسنات میتید. گر شراب و بند خوردی توبه کن الله بگو. ببین حضرت مولاش میگه گر شراب و بند خوردی توبه کن الله بگو. بنده را پیش خدا از توبه کردن ننگ نیست. ایزا نکش توبه بکن سریع وقت سالی. ما بدیها را به نیکی ها مبدل میکنیم. خدا میگه ما بدیهای شما را اگر توبه نصوح کنه تبدیل به نیکی میدهیم. شخصی که گناه کرد بعد گناه توبه کنه پیغمبر خدا بود مثل کسی که در عمرش گناه نکرده. هر چیزی باشی
تصور کن کسانی که من چه غافلگیری میکنم. و این خاطر خداوند چی گفت؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا. خداوند فرمود ما را که آنانی که بعد از یاران و صحابه کرام آمدن میگویند خداوند ما را ببخش و برادران ما که از حیث ایمان به خدا پیغمبر بر ما سبقت داشتند پیش از ما، آنها را چه بیامرز و در دل ما نسبت به آنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان داشتند کینه و بغض نگذار. خدای تو رؤوف و مهربانی. نسبت هیچ صحابه باید ما بغض نداشته باشه. اونا چی کاری کردن نکردن در حالت جاهلیشان ما کاری با اونا نداشته باشیم. مثال وحشی امیر حمزه را کشته. وحشی غلام بود در حالت غلامیش کی را کشت؟ امیر حمزه امی رسول الله اما که پیغمبر خدا شیر درگاه کشته گره. کشتنی عادی نکشتش واقعی. او را وقت نایده تیزد کشت در زمین افتید. بعد از جنگ هند خواهر ابو جهل زن ابو سفیان آمد غلام شد. گفت که انمی وحشی غلام هند بود. گفت که قفص سینه امیر حمزه را برید. قفص سینه را برید که ریپلیس کردید. قفص سینه حمزه را کشاد و یک قول جگر حمزه و قول قلب دل حمزه را برآورد. کم گرفت و بلند کرد. گفت ببینه مردم، گفت من نسبت بر ام رسول یکی که دغدغه زوری میکنن ببینه چی کارش میکنه. یک زن گفت این کار را میکنن. گفت بعد جکیت خمش ریخت دهنش باز کرد در دهنش خیلی حمزه را ریخت. اینم تصویر او را خلق نکرده بود. اینم حرارت یک جهل او را چی پایان نآورده بود. بینیش هم برید حمزه را، گوشاش هم برید حمزه را، چشماش هم کاف حمزه را، دهان حمزه را بریده بود. بسیار یک حالت وزبین بود. حمزه بیچاره در حالت بیجان به این بلا گرفتار شد. وقت همایی که دختر حمزه خواست که بیاید جسدی پدرش بگیره، حمزه دیر فرزند نداشت غیر یک دختر. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خبر رفت که جسد حمزه با این احوال است. گفت پیش برید. گفت دختر سلام علیکم بیند، زیرا این به این احوال است که دختر میترسد. این دختر واهمه زیر میکند. بعد یک نوکر پیش تکی رفت. گفت شما کجا میری خواهر عزیز؟ گفت من پدر من دهیم حمزه صاحب پیران و اما برم پدر من بگیرم و خیر خلق. گفتن رسول الله اجازه نداد از شما برید. از همون میدان احد نزد رسول الله رفت. هوا گرم. گفت یا رسول الله پدرم مرده، چرا اجازه نمیدی که ما رو بینم؟ ما جسدش گیرم و برام بشو و کفنش کن. گفت که او دختری اما بچه‌ش است. امکیشو، اما بچه می امکیشو. گفت که فرزند عزیزی من گفت پدر تو نیاز به غسل نداره، پدر تو نیاز به کفن نداره، پدر تو نیاز به جنازه هم نداره. اگر میخواید جای پدر رو ببینید بیشتر بیاد. بعد نزدیک آمد رسول الله همیشه شکر کرد. از بین اندیشه‌های رسول الله دید خداوند دوای جنت کشید. حمزه در درون جنت شدیه. گفت این پدر ها شناختی؟ پدر شناختی؟ گفت ها. یگانش عیب داره؟ گفت نه یگانش عیب نداره. پس همین پدر در جنت دیگه شرط نیست دیدنش. گفت چرا ببینیم؟ گفت که کمتر عذرهای داره. اگر تو من همچون رهبر همچون پیغمبر قبول داشته باشید یک مربعی نمیش. گفت خواه. در بای حمزه یک صحابه جلیل قدر دیگر هم خواب است. فرزندای آمدن کفن بوارن برای پدرشان. حمزه بیچاره هیچ کنه دارن کفنش کنن. دو تا چادر کلام آوردن. رسول الله گفت که کفن برای که برای پدر میاد رسول الله. گفت که در همین حالت پدر دو کفن نمیکنیم. قرعه کشی میکنیم. گفت یک چادر کلام بوده چادر میکنیم. قرعه ها در کسی بیره چادر کلام در همه میره. نشته بود بشه. قرعه کشی کردن چادر کلام در پدر خودش آمد. چادر میکنیم در حمزه. رسول الله گفتن که چادر پایان کردیم، همون چادر کردیم از سینه پایان حمزه را پیچاند.
دیگر نمیرسم براش خالی موت. بچه‌های اول از سینه پایان تا کتفای پاشانه پیچاندن محکم کردن، رسول الله ردای مبارک کشیدن، جلکشانه رو امکی مرا رو در درون جلک من پیچانده گفت در ریده یا قبل را گفت در درون جامعه من پیچانده گفت میان بالاشه در درون جلک رسول صلی الله علیه وسلم